شنوندگان عزیز، حالا از سلسله خوانش بدیعی طبیب دل نام حکایه نجم الدین صلاح الدین زاده را شنوید. از فشار هم شکایت دارید؟ نرانگوشتش را بالای رگ شریان مانده پرسید دکتر. نه، تا امروز اذیت نداده است. خدا نگاه دارد از فشار. خسته حالانه آواز برآوردم. طبیب چشم به کاغذ دوانده فرمود: آستینتان را برزنید، فشارتان را سنجم. تپش نبضتان زیاد است. گفت و موی پشتی گوشش را با پنجه بالا برداشته گوشمانکش را به گوش نهاد. مویهای قیچی زده مهینی خرمارنگی عطرآمیزش لغزیده بالای گوشش را پوشاندند. تسمه فشار سنج را گشاده با دستان مهین و هینا مالیده‌اش پخش کرد تا هوای درونش خالی شود. دستم را با اشارهش اندکی برداشت. تسمه فشار سنج را تا آرینجم در آورده بست. نشان دهنده ساعت مانند را بالای تسمه آویزان کرده لعلیچه آهنی را بالای نبضم ماند. چشمان سیاه و نگاه آهو مانندش را به نشان دهک دوخته حلقچه هوا انگیز را با دستی راستش فشردن گرفت. تسمه دم کرد، دستم را فشرد. از گرمی نگاهم پی برد مگر که مثل سیبی یک طرفش آفتاب خورده بر رخساره برف بر این سبسفیدش سرخی دمید. دم به دم میژه میزد. سرمه هوارنگی گردی چشمانش هنگام میژه زنی جلا داده میژه های سیاهش را باز نمایان تر میکرد. جنبش موی مشکینش که رشته رشته جلای زرهری داشت از شعاعهای چراغی روی میزی جلا میداد. ابروان نازکانه چیدهش دو ماری سیاهی خوابیده ای را میماند که روبرو ایستادند. خالکی بالای چشمش وقتی چشمک زنی نمودار میگردید. تبسمش ملیح و جالب و جذاب بود. فشارتان معتدل لیکن نبضتان شدت افزا. باری دیگر انگشتی نرمش را بالای شریانم ماند. به جسم و جانم گرمی حلاوت بخش وارد شد. گویا آسودم و تسکین یافتم و آرمیدم. زیر لب هزیان میگفتگی بر این باشم پیچی راه زدم. اینقدر خوش رو. گوشمانک را از گوشش گرفته پرسید: چی گفتید؟ از خجالت دست و پا خوردم. نه، من خودم اندر خواب و خیالم. هنگام معاینه بیمار باید خود به خود گپ نزند. تبسم کرد طبیب. بری رویش چقورکی پیدا شد که در نزاکت خردترین حوزکی بالای تابه کوهسار را میماند. گردنبندی به شعاع آفتابی زرین مانندش مهین الوانج خورده در نسبت گردنی برف بر این سفیدش چون آهن ربا دقتی بیننده را به خود میکشید. آنچنان در تصورم پدید آمد که گویا در این گردن تناب 1001 دل آویزان باشد. خلعتی سفیدی آستین کوتاه بارگی گردن و دستانش همسان و همرنگ می نمود که ذره‌بین هم فرق آنها را پدید آورده نمی توانست. نهایت پای چپش را بالای پای راست مانده در لبی کرسی امانت نشست. احساس کردم که ستاره‌اش به سویم گرمی و صفا می فرستد. آهسته آهسته مهین حرف می زد. گفتارش شاه بیتی فصیح را می ماند. آهنگش تارهای دل را می نواخت. حلاوت می بخشید. از غایت صمیمیتی حرفش در سراپایم گرمی دمید. روی کاغذ چیزی نوشت و سویم دراز کرد. معلم
آهسته آهسته به آشانه دویم فراید. در حجره رقمی 23 دلتان را معاینه می کنند. جوابش را گرفته بیایید، بعد مصلحت می کنیم. از حضورش بیرون آمدم، ولی دلم همان جا ماند، اندرونی همان چاهک رخساره. از شعبه بیماری های دل ماهپری عزیز فرستادند. مردی میان قدی عینکدار چشم از منیتاری رای نکنده سویم نگریست. خیالم بی اختیار سوی دختری بیماری های دل روانه شد. از دل گذراندم. نامشم به خودش مناسب ماهپری. گفته پدرم به خاطرم آمد. نام به صاحب شفاعت می کند. در این نام چقدر حسن و نزاکت و لطافت گنجیده است که در تصورم هیچ نمی گنجد. مرد عینکدار با پخته تر چند جای قفس سینم را تازه کردم، به آنجا چسبک های دستگاه را گذاشت. گویا فکر و خیالم را دستگاه می خوانده باشد. از شرم سرخ شدم. آوازی چرچری دستگاه بلند شد. از سوراخی بالای دستگاه چند وجب تسمه کاغذی خطی مارکدار بیرون آمد. دلشناس دستگاه را خاموش کرده جدولی شیشگین را بالای تسمه کاغذ گذاشته جا جا با قلم اشاره کرده گفت: کاری دلتان بد نه، این را به ماهپری عزیز برید. تغییراتی کذایی به نظر نمی نماید. از این خبری خوشگویا پرواز کرده باشم به آشیانه چهارم برآمده نوبت گرفتم. بعدی 3 نفر نوبتی من. در این حجره کاری صدا برآورد. مردی فربهی دمی در نشسته سراسیمه یا الله گفته از جای خیست. در باز شد. ماهپری برای گسیل زنی میان سالی بیرون آمد. نگاهش به من برخورد. معلم، جوابش را آوردید؟ بله گفته تسمه کاغذ را دراز کردم. نگاه بروی کاغذ انداخت و تاکید نمود: انتظار شوید، من این کس را قبول کنم. بعد یک جای نزد مدیری شعبه می رویم. مصلحت آن کس را گیریم، به فایده کار می شود. خوب گویان تبسمی ملیح برایم هدیه کرد. مدیر شعبه تسمه کاغذ را زیر چراغ روی کاغذ مانده با دقت نگاه کرد و از ماهپری پرسید: فشارشون خوب؟ از دردی سر و کمداری شکایت دارند؟ بله جواب داد ماهپری. امکان باشد 10-12 روز طبابت گیرید. اگر نه ما فکرمان را نوشته می دهیم. در مرکز سلامتی جای استقامت طبابت می گیرید. عینکش را پایانتر فراورده به من نگاه کرد. مدیر شعبه: طبابت می گیرم در همین جا. اظهار کردم غیر اختیار. ماهپری، در پلاته هایتان جای هست؟ امروز در پلاته یکم جای خالی می شود. جواب داد ماهپری: پگاه بیایید. طبابت را ماهپری آغاز می کند. از جای خسته برای خیر و خوش دست دراز کرد مدیر شعبه. شب سپری شد. شبی یلدا بر این دراز و سرد نمود آن شب در نظرم. پگاهی گویا بال برآورده باشم پرواز کنان بیمارخانه آمدم. دیروز 4 آشیانه بالا برآمده قریب از بیمداری هوش از سرم پریده بود. امروز باشد یک اوف هم نگفتم. ماهپری را که گویا راهی مرا میپاییده باشد در راهروی شعبه دریافتم. اکنون نیتی به پلاته ها در آمده بیماران را معاینه کردن داشت. مرا دیده از رأیش گشت. همشیره کلان شفقت را جیغ زد: مکرمه جان، کتی خالی شده پلاته یکم را درست کن. گفته بودم همش درست. اپای ماهپری تب تیار. با دکتر یک جای به پلاته یکم در آمدیم. یک نفری دیگری آنجا بستری بوده آوازی تلویزیون را پست کرده بیرون برآمد. معلم، من همین جای شما. بکتی نزد تریزه کلان اشاره کنان گفت ماهپری عزیز و افزود: خود را به فکری بیهوده بند نکنید. آرام و آسوده باشید.
من الکی با مصلحت سردختور به شما طبابت فرموده در کاغذ علاهیده نوشته ماندم. از خودی همین روز سر میکنیم. برای التفات و مهربانی اظهار سپاس کرده پرسیدم: مخبری، شما هر روز اینجا هستید؟ بله. چی بود؟ روزهای استراحت چی؟ روزهای شنبه تا نصف روزی. بسیار خوب، نباشد بیایید مصلحت کنیم. چی مصلحت؟ مرا همان نصف روزی روز شنبه جواب میدید. او گفته بودید که 10 روز میخوابید کو؟ خدا خواهد من تا همان روز صحت میشوم. نخواد، اینقدر طبیب زور شما؟ نه، طبیبم شما. از گفتگوی دیروزه با شما تا امروز الکی قسما شفا یافتم. در 5 روزی باقی مانده با شما بودنم کاملا شفا میابم، حتی بی داری و درمان. ماهپری الکی چیزی را پی نبرد مگر که چشمانی افسونگرش را سوی من دوخته لال ماند. بعدی لحظه به معنی گپ صرفم رفته. اوه معلم، چه التفاتی بزرگی میکنید به من. گویان تبسم کرد. رخساره هایش لالگون گشتند. آهسته قفا گشت و بیرون برآمد. به تلویزور نظر کردم. آوازخوان ترانه میخواند. صدای تلویزور را بلندتر کردم. ترانه دلنشینی بود. با هر ضربان می رودم نقد دل از دست، کس واقفی انگاره مرموز دلم نیست. من ماندم و دل مانده و ویرانه سینه، در مشکل دل مصلحت آموز دلم نیست. چشمانم جای آسودگی دلم را در چاهک رخساره مهتابی می جست و من بیقرار بودم. شاید دل برای طبیب خود بیقراری می کرد. شاید. شما طبیب دل نام حکایه نجم الدین صلاح الدین زاده را شنیدید. شاد باشید.